من یادم است در انتخابات پرزیدنتی 2013 یکی از نامزدها، خدا رحمتش کند، از دنیا گذشت. یکی از نامزدها مرا در کوچه دید، سلام علیک کردیم، گفتم تبریکت کنم برای نامزد شدن یا نه. گفت چرا تبریک میکنی؟ مگر یک کاری مجبوری رو میشه تبریک کرد؟ همون چی خیلی که خودت رو مجبور کردن، مرا هم مجبور کردن. گفتم تو را چی مجبور کردن؟ گفت مرا مجبور کردن که نامزد شوم. گفتم نمیشم، با من در کار نیست، من رای نمیارم. نه، گفتم اصلا ممکنه خودت باید نامزد شوی. گفت علاج ندارم، دیگر نامزد شدم. گفتم پس مرا چگونه مجبور کردن؟ گفت خودت رو مجبور کردن که نامزد نشوی. گفتم نه، اتفاقا در این مسئله من خودم نامزد نشدم، مرا کسی مجبور نکرده است. اگر چی فشارها خیلی زیاد بودن، من با اون خاطر نامزد نشدم که باز همین شما نگویید که اگر کبیری پرزیدنت شود کشور رو اسلامی میکند و زنها رو حجاب میپوشاند و نمیدونم کارهای دیگر میکند. من به این نظرم که پرزیدنت آینده تاجیکستان بگذار یک نفر آزاداندیش، آزادیخواه، دموکرات شود، دنیوی باشد، تا اینکه ما مردم مسلمان رو همین تهمت ها رو نکنید. و به همین خاطر نشدم و بنابراین کسی مرا مجبور نکرده است. اما بنده خدا خودش اعتراف کرد که او را مجبور کردن. او در نامزد بودنش حتی مستقل نبود. پس چگونه افراد این گونه کشور که آزادی اقتصادی ندارن، آزادی سیاسی ندارن، آزادی انتخابات ندارن، حتی آزادی اطلاعاتی ندارن، تاجیکستان دارای امنیت اطلاعاتی، استقلالیت اطلاعاتی ندارد، چگونه شهروندش دسترسی به اطلاعات آزاد مستقلانه میتونسته داشته باشد؟ بنابراین همین من امیدوارم که انشالله روز میرسد که ملت تاجیک، هر فرد تاجیک آگاهانه مستقلانه بتواند زندگیش را انتخاب کند، لباسش را انتخاب کند، به مسجد می رود، به کلیسا می رود، به نمیدانم کینوتئاتر می رود، این را خودش مستقلانه انتخاب کند، قرآن می خواند، بیبل می خواند، کپیتال کارل مارکس می خواند، یک کتاب شعر می خواند، خودش انتخاب کند و جای کار و جای زندگی، جای فعالیتش را خودش مستقلانه انتخاب کند و از همه مهمش رهبرش را، حکومتش را خودش انتخاب کند مستقلانه. در اون صورت ما میتوانیم گفته که ملت تاجیک الکی به مرحله یک استقلالیت واقعی رسیده است و تمام ملت دست جمعانه برای حفظ آن مستقلیت یا استقلالیت ملی و دولتی آن وقت دست جمعانه کوشش خواهیم کرد.